حکایت رمال قلابی. یکی بود یکی نبود. حمالی بود فقیر و بیچیز که هر روز صبح وسایلش را بر می داشت و می آمد سر میدان و حمالی می کرد. پولی در می آورد، نان و آبی می گرفت و با زنش می خورد و شکر خدا می کرد. یک روز زنش هوس حمام کرد. بلند شد، بخچه‌اش را برداشت و راهی حمام شد. اتفاقاً حمام خلوت بود. به رختکن رفت و لباسهایش را درآورد. مشربه و گل سرشور و سنگ پا را برداشت و داخل حمام رفت. پایین خزینه روی سکو نشست و بنا کرد به ساییدن دست و پایش. یک دفعه در حمام به هم خورد و بیا برو و های و هوی را افتاد. گفتند که زن رمال باشی به حمام آمده. هنوز وارد حمام نشده یک مجمع مسی بزرگ آوردند برای نشستن. بعد زن رمال باشی با 3-4 خدمتکار وارد شدند. زن حمال دید زن رمال باشی یک شکم دارد مثل خمره رنگرزی و سر و گردنش مثل دیو و پاهایش مثل ستون و بسیار زشت است. اما از فیس و افاده نگو. خیال میکرد که آسمان سوراخ شده و او افتاده پایین. زن حمال دید که کیسه کش و اهل حمام چه حرمتی به او میگذارند. با خودش گفت خدایا یک مثقال بخت و اقبال هم نصیب ما میکردی. آخر او چه دارد که اینقدر به خودش مینازد؟ خلاصه ماتش برده بود. کارهایش را کرد و آمد بیرون. رفت سراغ اسباب و بخچه‌اش. دید نیست. درست نگاه کرد دید پایین بینه افتاده و یک طرفش خیس شده. از یکی پرسید بخچه مرا چه کسی پایین انداخته؟ گفت زن رمال باشی. وقتی به رختکن آمد تا رختهایش را در بیاورد چشمش به بخچه تو خورد. پرسید این مال کیست؟ گفتند مال زن یک حمال است. یک خورده قرولند کرد و با پایشان را به زمین انداخت. زن حمال آهی کشید و رختهایش را پوشید و رفت خانه. شب که شوهرش آمد بنای بد اخلاقی را گذاشت و جریان حمام را مفصل برایش تعریف کرد و گفت اگر میخواهی زن و شوهر بمانیم باید دست از حمالی برداری و رمال شوی. حمال گفت زن خدا عقلت بدهد، مگر من میتوانم رمال بشوم؟ من سواد ندارم، علم ندارم، چطور رمالی کنم؟ زن گفت همین که گفتم، اگر نمیتوانی رمالی کنی مرا طلاق بده تا بروم زن یک رمال بشوم. من هم در دلم 1000 جور آرزو دارم. زنی که با اون ریخت عجیبش زن رمال باشی است و به زمین و آسمان افاده می کند. من به این خوشگلی شوهرم حمال باشد؟ حمال دید از پس زنش بر نمی آید و حرف حساب به خرج او نمی رود. از طرفی هم دوستش دارد و نمی تواند از او بگذرد. به ناچار فردا پشت و طناب حمالی را فروخت، یک صفحه برنجی و یک رمل خرید و در محله خلوت در اطراف شهر یک دکه گرفت. هنوز ننشسته بود که دید 2-3 نفر قاطرچی وارد دکه شدند و سلام کردند و گفتند آی رمال باشی، ما قاطردارهای شاه هستیم. از بیرون می آمدیم. یکی از قاطرها که بارش نقره بود گم شده. رمل بیانداز ببین کجاست. حمال دید اصلا رمل نمی تواند بیاندازد و نمی داند چجور دست بگیرد. با خودش فکری کرد و گفت می دانید چه کار باید بکنید؟ باید 2 سیر نخودچی کشمش بخرید، یکی جلو بیفتد، یک نخودچی و یک کشمش دهنش بگذارد تا قاطر پیدا بشود. قاطرچی ها خوشحال شدند و پا شدند یک خورده پول سیاه به او دادند و گفتند وقتی قاطر پیدا شد پاداش حسابی تو را هم می دهیم. نخودچی و کشمش را گرفتند و یکیشان جلو افتاد. دانه دانه یکی از این یکی از آن دهنش گذاشت تا رسید بیرون شهر. ناگهان وارد خرابه ای شدند و دیدند که قاطر آنجاست و مشغول خوردن علف است. نگو راه را گم کرده و از آنجا سر درآورده. خوشحال شدند و به سراغ حمال آمدند. حمال تا از دور آنها را دید که به طرفش میآیند دلهره گرفت که الان میآیند و داد و بیداد راه میاندازند که تو را چه به رمالی؟ برو همون حمالیت را بکن. در فکر جوابی بود که به آنان بدهد که دید داخل آمدند و با چهره خندان 2 اشرفی طلا روی میز گذاشتند و گفتند هنوز نخودچی کشمش تمام نشده بود که قاطر را در خرابه‌ای پیدا کردیم. حمال خوشحال شد و غروب دکه را بست و به طرف خانه راه افتاد و شرح حال را برای زنش گفت. زن گفت
نگفتم برو رمالی کن؟ دیدی هر روز از صبح تا غروب بارکشی میکردی؟ آخر سر چند تا سکه بیشتر گیرت نمیآمد؟ اما امروز رفتی مثل آدم گرفتی یک گوشه نشستی، این همه پول مس و طلا هم آوردی. حمال گفت این دفعه الله بختکی و شانسی رفتم و گرفت. همیشه که شانس با ما یار نیست. بگذار برگردم سر کار خودم. بالله آخرش گیر میافتم و از گرسنگی میمیرم. زن گفت نه، باید دنبال همین کار بروی. فردا باز حمال رفت و درون دکه نشست. یک دفعه دید سر و کله داروغه و کلانتر و کدخدای محل پیدا شد. تا چشمش به آنها خورد ترسید. گفت حتما به رمال باشی خبر دادند که یک همکار برایت پیدا شده. آن هم به دست و پا افتاده اینها را فرستاده تا من را از کار بیکار کنند. وارد شدند و سلام کردند. بعد داروغه گفت رمال میدانی چیست؟ الان بیشتر از 1 ماه است که خزینه پادشاه را دزد زده. وقتی به پادشاه خبر دادند عصبانی شد و ما را خواست و 40 روز مهلت به ما داد که مالها را پیدا کنیم و تحویل دهیم، وگرنه ما را 2 شقه می کند. ما هم هر جا رفتیم و به هر دری زدیم ناامید برگشتیم. حتی سراغ رمال باشی شاه هم رفتیم. آن هم هنوز کاری نکرده. دیروز یک از قاطرچی‌های شاهی که از این مطلب خبر داشت نشانی تو را به ما داد. گفت این کار از دست تو ساخته است. بیا لوطیگری کن و جان چند نفر را نجات بده. مطمئن باش از خجالتت در میاییم. حمال به فکر فرو رفت که زنم عجب کاری دستم داد. من کجا این کارها کجا؟ خدایا عاقبت ما را به خیر کن. داروغه گفت بیا این 50 اشرفی را بگیر، بعداً زیادتر از این هم بهت میدهیم. حمال گفت پس بروید و فردا بیایید. به این شیوه میخواست آنها را رد کند. از آن طرف دزدها که این ور و آن ور گوش به زنگ بودند یکی را اجیر کرده بودند که زاغ سیاه داروغه را چوب بزند و ببیند کجا میرود و چه میکند. دید که داروغه پهلوی رمال آمد. رفت به دزدهای دیگر خبر داد که رمال وعده داده که تا فردا همه را تحویل دهد. دزدها دست پاچه شدند و گفتند باید منزل او را پیدا کنیم. غروب دزدها سایه به سایه حمال تا در خانه‌اش آمدند و منتظر شدند که هوا کامل تاریک شود تا از دیوار بالا رفته و از پشت بام به حرفهایش گوش دهند. زن بعد از خوش آمدگویی به همسرش از او پرسید خب بگو ببینم امروز دیگر چه کاری کردی و چقدر کاسب شدی؟ حمال شروع کرد به تعریف کردن. زنش گفت من یک چیزی میدانستم که به تو گفتم برو رمالی کن. مرد گفت اگر فردا داروغه آمد و پرسید دزدها چه کسی هستند و مالها کجاست چه جوابی بدهم؟ اگر مطلب به گوش شاه برسد و مرا صدا بزند و بگوید مرتی که مگر مملکت بی صاحب است که تو از حمالی توی رمالی افتادی چه بگویم؟ زن گفت حوصله داری؟ یک چیزی بساز و بگو ما نسلا در نسل رمال بودیم. مرد گفت فردا صبح من گیر میافتم و داروغه جد و آبادم را جلوی چشمم میآورد و آن وقت تو این ور و آن ور بنشین و بگو همسرم افتاد توی تله. صحبت زن و شوهر به اینجا که رسید رئیس دزدها گفت بچه‌ها من میروم بالای پشت بام، یکی یکی پشت سر من بیایی. زمانی رئیس دزدها به پشت بام رسید که کلمه افتاد تو تله از دهن حمال در آمده بود و دزد خشکش زد. در این بین زن و شوهر در اتاق خرما را دانه دانه می‌خوردند و می‌شمردند. یک خرما زن برمی داشت، مردک میگفت این یکی را مرد برمی داشت، زنک میگفت این 2 تا. باز یکی دیگر زن برمی داشت، مردک میگفت این 3 تا. همینطور آن میگفت 4 تا. این دزدها هم روی همین حساب دانه دانه می آمدند بالا پشت بام و شمارش زن و شوهر را می شنیدند و خیال می کردند که اینها را دارند می شمارند که روی پشت بام می آیند و ماتشان می برد. رئیس دزدها گفت بچه‌ها این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست. اینجا دیگر صحبت رمالی نیست، صحبت علم غیب است. حالا خودش که هیچ، زنش هم بلد است. شما بیایید بالا، من بروم کار را تمام کنم. این را گفت و پرید داخل حیاط. حمال دست پاچه شد و گفت کیست؟ دزد گفت هر که هست نوکر خودت هست. دستم به دامنت جان ما را بخر. حمال گفت تو که هستی؟ دزد گفت ذهن مرا کور نکن. تو که از همه چیز باخبر یا میدانی که ما 40 تا دزد خزینه شاه را زدیم و بردیم در فلان خرابه چال کردیم. خواهشی از تو داریم.
مال و جواهرات را ببر و تحویل بده، اما خودمان را لو نده. این 100 تا اشرفی هم نوش جانت. دزد حرفهایش را زد، پولش را داد و از حمال قول گرفت و رفت. زن حمال از خوشحالی قند توی دلش آب شد. صبح هنوز حمال در دکه نرسیده بود که دید داروغه و کلانتر و کدخدا آنجا هستند. داد و بیداد راه انداخت. بابا چه از جان من می‌خواهید؟ هنوز صبح نشده آمدید اینجا. بروید در فلانجا داخل خرابه چاهی هست. در آن را بردارید. خزینه شاه آنجاست. خوشحال شدند و رفتند و دیدند درست است. پادشاه را خبر کردند. فرستاد حمال را خواست و خلعت به او داد. چند روزی از این ماجرا گذشت. انگشتر الماس دختر پادشاه که بسیار گران قیمت بود گم شد. هرچه گشتند پیدا نشد. به پادشاه گفت از رمال باشی خودمان که کاری ساخته نیست. بروید سراغ این رمال تازه. سربازان آمدند و او را نزد دختر پادشاه بردند. حمال وقتی وارد شد دید که شاه همانجاست و غلام و کنیزها همه صف کشیدند. شاه گفت انگشتر دختر من گم شده، بگرد ببین کجاست. حمال بیچاره رنگ از رخش پرید که ای داد و بیداد، بد جایی گیر افتادم. در فکر بود که یک دفعه پادشاه فریاد زد که زود باش، بگو ببینم چه میبینی. مرد که این ور آن ور را نگاه میکرد دید در دیوار حیاط سوراخی هست. گفت قربانت کردم، من هرچی نگاه میکنم جز یک سوراخ چیزی نمیبینم. تا این حرف را زد دختر فریاد زد راست میگوید، راست میگوید. یادم نبود پری روز که خواستم بروم در حوض آب تنی کنم از دستم در آوردم و گذاشتم درون سوراخ دیوار. دوید رفت و آن را آورد. همه تعجب کردند. پادشاه هم خلعتی به او داد و رمال قبلی را از کارش برکنار کرد و حمال را جای او گذاشت. حمال به خانه آمد و برای زنش تعریف کرد که من دیگر بعد از این رمال باشی محسوس شاه شدم. زنش ذوق کرد و گفت حالا که اینطور شد من فردا میروم حمام تا مردم ما را هم بشناسند. صبح که شد با 1-2 نفر خدمتکار که تازه آورده بود به حمام رفت. پیش از اینکه او وارد حمام شود زن رمال باشی قبلی وارد حمام شده بود، اما نه با آن جلال و جبروت سابق، بلکه کمی هم دلچرکین بود از گره افتادن کار شوهرش. وقتی زن حمال وارد شد حمامی و بقیه همه تمام قد جلوی پایش بلند شدند و در گوشی با هم بنای پشپش را گذاشتند که این زن رمال باشی تازه است. خلاصه زن داخل رفت و تا چشمش به زن رمال خورد خوشحال شد. بنا کرد به فیس و افاده آمدن. او هم که خوب این را ورانداز کرد دید ای داد بیداد، این همان زن حمال است. آهی کشید و به فکر فرو رفت، اما جرأت نکرد به زن رمال باشی زبان درازی کند. حالا بشنوید از رمال باشی. شاه وقتی هنرهای او را دید و شنید یک اسب با زین و برگ طلا به او داد که در موقع شکار و گردش همراه شاه باشد. اولین باری که با شاه و لشکریانش به شکار می رفت به صحرا که رسیدند ملخی آمد و روی زین اسب شاه نشست. شاه تا آمد ملخ را بگیرد پرید و دوباره نشست روی زین. یک دفعه به فکرش آمد که رمال باشی را امتحان بکند. ملخ را توی مشت گرفت و رو به عقب کرد و گفت رمال باشی. رمال باشی اسب را جلو راند. شاه گفت اگر مردی بگو ببینم توی مشت من چیست. رمال باشی دید بد جایی گیر کرده. رفت توی فکر و خیال که ادعایی کردیم و 1-2 دفعه الله بختکی یک چیزی گفتیم، درست از آب در آمده از خطر جستیم، ولی الان دیگر راهی نداریم، باید غزل خداحافظی را بخوانیم و برویم. با همین فکر و خیالات بی اختیار از دهنش در رفت و گفت 1 بار جستیم ملخک، 2 بار جستیم ملخک، دفعه 3 تو مشت پادشاهی ملخک. پادشاه خیال کرد در خصوص ملخی که در مشت گرفته میگوید. مشتش را وا کرد، ملخ پرید. از شاه و وزیر هر که آنجا بود متحیر ماند. گفتند این دیگر بالا دست ندارد. بعد از آن ماجرا آنقدر پول و پله جمع کرد که حساب نداشت، اما عوضش همیشه در زحمت بود که مبادا پته‌اش روی آب بریزد و با دست جارو از شهر بیرونش کنند. با خودش گفت بهترین است که خلبازی در بیاورم و خودم را بزنم به دیوانگی تا راحت بشوم. یک روز پیش پادشاه رفت و دست دراز کرد و تاج پادشاه را برداشت و به زمین انداخت.
همین که شاه خواست اوقاتش تلخ شود و داد و قال راه بیاندازد، یک دفعه دید که یک مار جعفری ریز درون تاج چنبره زده. خوشحال شد و گفت: بارکالله رمال باشی، 1 دقیقه دیر کرده بودی، مار کار خودش را کرده بود. فوراً یک کیسه اشرفی به او بخشید. رمال باشی دید نشد. به فکر افتاد که دوباره دیوانه بازی در بیاورد و خلاص شود. یک روز همانطور که در حمام خوابیده بود به فکرش افتاد حالا وقتش است که یک کاری بکند. بلند شد، همانطور لخت از در حمام آمد بیرون و بنا کرد به طرف قصر پادشاه دویدن. مردم که در کوچه و بازار او را به این وضع دیدند گفتند: ای داد، رمال باشی دیوانه شده. دوید تا رسید دم در قصر و بی اجازه وارد اندرونی شد. فراش‌ها و پیشخدمت‌ها هم فرصت نکردند جلویش را بگیرند. داخل اتاق شاه شد و دست شاه را گرفت و کشید و او را از داخل اتاق به ایوان کشید و پرت کرد توی حیاط. زنها و خواجه‌ها و غلام‌ها ریختن بیرون و تا آمدن ببینن که جریان چیست، یک دفعه سقف اتاق پایین آمد. همه یک دفعه گفتن: بابا حق با رمال باشی بود. این به عملش پی برده بود که این سقف روی سر پادشاه پایین می آید. حسابش را کرد و دید اگر خودش را بشورد و لباس بپوشد و یواش راه بیاید تا به شاه بگوید از اتاق تشریف بیاورید بیرون، کار از کار می گذرد. این بود که این کار را کرد. شاه گفت: بله همین است. خلعت را برایش بیاورید. رمال باشی دید باز هم نشد. بالاخره فکرهایش را کرد، پول و پله‌اش را جمع کرد و از آن شهر شبانه به شهر دیگری رفت تا کسی او را نشناسد و سالهای سال به خوبی و خوشی و آسایش در کنار همسرش زندگی کرد. دوستان عزیزم، از اینکه تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفاً با لایک و نظرات قشنگتون از ما حمایت کنید. خوشحال میشیم که به دوستانتون هم ما رو معرفی کنید.